کمیته ولایت‌های فوق‌العاده تاجیکستان خبر داد که شب 4 اپریل سال 2023 ساعت 01:30 در نتیجه بارشات شدید در دهه سیلگا و پختکار جماعت دیهات به نام کبود سیفالدین نویه 5 ولایت ختلان سیل آمده تا خانه و اولیه‌های ساکنان و زمین‌های کشت را زیر آب کرد. خوشبختانه کسی بر اثر آمدن سیل آسیب ندیده است. نویه 5 در جنوب تاجیکستان در مرز با افغانستان جایگیر شده است. گفته می شود کمیسیون ولایت‌های فوق‌العاده به خاطر بی‌خطری 15 عائله را که خانواده‌شان در سیل رها بود به جای امن کوچانیده است. یک گروه کاری تحت رهبری معاون رئیس کمیته ولایت‌های فوق‌العاده جنرال مایور عیسی زاده برای رفع عاقبت‌های آفات طبیعی به نویه 5 رفته است. در نویه 5 همچنین کمیسیون ولایتی ولایت‌های فوق‌العاده تحت رهبری رئیس ولایت ختلان دولتعلی سعید کار کرده ایستاده است. کمیته ولایت‌های فوق‌العاده گفت برای کمک به ضرر دیدگان و رفع هرچه زودتر عاقبت‌های سیل به محله‌های آفت کمک و وسایل لازم انتقال داده شده. کارهای برقرارکنی علاقه شروع شدند. حجم ضرر را کمیسیون ولایت‌های فوق‌العاده نویه 5 معاین می‌کند.